سلام سلام سلام. اومدم یه سری چیزها رو بهت یادآوری کنم. میشه یه جایی پیدا کنی، جای ساکت، جایی که برای 10 دقیقه یا ربع کسی مزاحمت نشه. یه جا بشینی و چشماتو ببندی و چیزایی که میگم گوش بدی. میخوام از یه جایی توی وجود تو، وجود من، که همیشه حاضره، همیشه آگاهه، همیشه در دسترسه، ولی انگار هممون گاهی فراموشش میکنیم حرف بزنم. اون جایگاه توی درون تو پر از آرامشه. وقتی توی اون جایگاه قرار میگیری، عمیق ترین قدرتت رو حس میکنی. لبای تیزت نرم میشن، قدمهات بی‌مرز میشن و دنیا انگار رنگ دیگه‌ای پیدا میکنه. وقتی از اون نقطه با خودت و جهان اطرافت ارتباط میگیری، هر انتخابت مثل موجی در هستی تنین میندازه. زندگی رو مثل یه پخش زنده تصور کن. هر روز یه صدایی توی تو در جریانه. قضاوت ها، احساسات، خاطرات قدیمی. این صدا حتی میتونه گاهی از اجدادت باشه، گاهی از عمیق ترین لایه های ناگاهت باشه، گاهی هم تسکین دهنده و شفا بخش، به خصوص وقتی که با نفست هماهنگ میشی. اما یه پخش دیگه هم هست، اون چیزی که به بیرون میفرستی، نه فقط با کلمات، بلکه با سیگنال های بی صدایی که به دنیا نشون میده چطور باهات رفتار کنه. این دو جریان درونی و بیرونی نیاز به توجه دارن، چون وقتی برای مدت طولانی از اون جایگاه آرامش فاصله میگیریم، یادمون میره که خودمون به تنهایی کافی هستیم، که خودتو به تنهایی کافی هستی. پس گوش بسپار، بپرس، مشاهده کن و بعضی اوقات هم تسلیم شو و این مقاومت بیهوده رو کنار بذار. ما این جاییم تا یادمون بیاد که هر دردی، هر چالشی، هر رد شدنی، هر فقدانی که سنگین به نظر میرسه در واقع پلیه برای عبور به گشایش بعدی. سختی ها میان که رقصیدن با زندگی رو یاد بگیریم. برقص. اگر یه روز احساس شکست کردی، اگر تاریکی بهت هجوم آورد، یادت باشه که نور درونت همیشه هست. یه نفس عمیق بکش. یادت باشه که نور درونت همیشه هست.